خب با نام یاد خدا خیلی خوشحالیم در خدمت سجاد حسامی نازنین هستیم بعد از حدود 1 سال. چقدر زود میگذره آقا سجاد. بله، ممنون از شما به خاطر دعوتتون. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید. فکر می‌کنی از پارسال تا الان چه چیزایی عوض شده؟ یکی از چیزایی که ما داریم می‌بینیم موهاتی که کوتاه‌تر شده، دلیل خاصی داشت کوتاهشون کرد؟ والا بعد از اینکه من فصل خوبی رو پشت سر نذاشتم به لحاظ حالا آماری و کیفیت بازی، دنبال سری تغییرات بودم. حالا شروع کردیم از بحث ظاهری، حالا تغییر چهره و مو، تا بحثای رسیدگی به حالا ریکاوری و بحث تمرین و اینا که حالا خدا رو شکر تا اینجای کار روند خوبی رو داشتم. خیلی عالی. الان چیکار می‌کنی سجاد؟ الان که تو استراحت هستیم، 1 هفته استراحت مطلق. بعد اون تمرین شروع می‌کنیم برای ان شاءالله 20م جام حذفی با تیم داماش تهران و حالا دیدن بازی‌های جام جهانی و بقیه کارش. کلا شرایطی که الان داریم با هم مسابقه می‌کنیم خیلی با پارسال فرق کرده. شاید تو شرایط بهتری بود، یکم شادتر بودیم، حال دلمون بهتر بود. کلا حال دل سجاد حسامی این روزا چطوره؟ 100% حق با شماست. خب الان یک مردم زیاد حال خوبی ندارن. بحث اجتماع و خواسته هاشون از حالا ورزشکارا و بحث کسایی که تو بحث مدیریت هستن، خواسته هاشون خب برآورده نشده، اعتراضاتی دارن. حالا امیدواریم که هرچه زودتر به روال طبیعی برگرده و یه آرامش خوبی بگیرن هم. انشالله یه فصل سخت با پنجره بسته، کلی بازیکن جوون و درخشش سجاد حسامی که تو محدودیت‌ها داره ستاره میشه قشنگ این فصل. بله حق با شماست. متاسفانه امسال به دلایل پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته شد و ما مجبور شدیم با بازیکنایی که قرارداد داشتن و هر کدوم از دوستان خواستن برن رفتن و تعدادی از بازیکنان موندن و ما ادامه دادیم دیگه. مجبور بودیم که این روند ادامه دار باشه. در صورتی که شاید اگه تعدادی 3-4 تا از بازیکنی که از سال قبل نمیموندن، شاید اصلا تیمداری هم امسال نمی‌کرد آرمانگار. ولی خب جمع شدیم و تعداد بازیکن فصل شروع کردیم. خدا الان این فصل پنجره نقل و انتقالاتی باز میشه دیگه، درسته؟ به امید خدا. هنوز قطعی نیست. بله قطعی نیست. ان شاءالله که حالا بدهکاریاشون و بحث فدراسیون رضایت رو بده پنجره باز شه. این داستان بستشون پنجره نقل و انتقالاتی به علی وزیرپران بله هنوز مربوط به همون داستانه. خاطر سری تخلفات 2 تا پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته شد. چند تا گل زدی سجاد این فصلی؟ من 9 تا گل زدم و حالا جدیدن که امید وحدت دیگه حاضر به ادامه مسابقات نشد، تمام آمار اون بازی رو از توی جدول برداشتن. حالا بحث کارتا بود، گلا بود، پاس و گل. 2 تا از گلام کم شد. در حال حاضر 7 گل هستم و 3م توی جدول. فکر نمی‌کنی در حق سجاد حسامی کم اجحاف شد؟ اون از مدعیای آقا گلی هم کم شد یا اونا بازی نکرده بودن با آقای رحمان جعفری و علی وزیری پناه با تیم امید وحدت بازی نکردن. پس اینجا یکم در حق سجاد شاید اجحاف شد. شاید هم اونا بازی میکردن گل میزدن، این چیزی که مشخصه. ولی دوست داشتی حذف بشه گل ها یا نه؟ والا من پستم جوری که اصلا دنبال گل زدن و آقای گلی و اینا نیستم. من پست 10 تیم بازی میکنم، یعنی پشت مهاجمم. وظیفه اصلیم پاس گل. امسال خب همینجور روال پیش رفت و اینا، ما تو موقعیتی قرار گرفتیم که بیشتر تو موقع ضربه چارچوبی بود. آمار گلامون رفت بالا. تا هفته 7م هم با 7 گل صدر بودم. رحمان جعفری 4 تا گل زده بود. من فکر میکنم سجاد حسامی هدف ابتدای فصلش آقای گلی نبود، اما اومد تو مسیر. الان فکر میکنم داره قشنگ میجنگه برای آقا گلی. خیلی هم براش این قضیه مهمه. درسته؟ به شدت. دقیقاً اول فصل اینجوری نبود. به هیچ عنوان. نه، من میگم روال تیم امسال اصلاً یه جورایی بی هدف گونه، یعنی بازی به بازی هدف گذاری شد. توجه هم لحاظ مالی، هم باشگاه، هم بازیکن‌ها. یه هدف لحظه‌ای کوتاه مدت هر بازی. اون من برای خودم هدف بیشتر لذت بردن امسال بود. ولی خب آمارم خدا رو شکر آمار خوبی بود. بله دوست دارم آقای گلم بشم ان شاءالله. فکر می‌کنی چقدر انگیزه داری و چند درصد شانس داری که آقا گل شی اینجا
این قرون میدی که آقای گل میشی یا نه خیلی کارت سخت؟ چرا که نه. من الان شرایط روحی روانیم و بدنیم اینو میتونم ادعا کنم که میتونم تو این رقابت باشم به عنوان آقای گل. سجاد حسامی کدوم گلش رو بیشتر از همه دوست داشت؟ من گلی که بازی با خیبر زدم. چجوری بود؟ توصیفش کن. تو این بازی من چند تا از وسط زمین پا به توپ خیلی، یعنی توپ برداشتم صورت دریبلینگ، خودم توپو بردم. نیمه اول به ثمر ننشست ولی نیمه دوم یه حرکت انفرادی خیلی خوب مدافع رو دریبل زدم و پای چپ زدم به کوروش ملکی. خیلی اون گل خیلی دوست داشتم. کسی هم پاسش رو نداد دیگه، طبیعتا خودت بردی. البته حرکت خیلی خوب دفاع چپ ما علی شهسواری منو قشنگ دید، پاس خیلی خوبی از تو زمین خودمون انداخت، اونم خیلی تاثیر داشت این گل به شدت. سجاد حسامی امسال چه هم‌تیمی‌های جوونی داره که در آینده بیشتر از اونها خواهیم شنید؟ اسم میاری؟ ببینین امسال این اتفاق افتاد، دقیقاً موضوع مهم شاید به خاطر همین بچه‌های سیرجانی بود. یعنی بچه‌های جوونی که معمولاً تو استان کرمان نگاه به بومی نگاه دومیه، یعنی اول غیر بومی یا بازیکنایی که حتی جوون هم اگه بیارن، جوونی که غیر بومی باشه بیشتر حالا نگاه بهش میشه. این اتفاق افتاد، بالاجبار شاید یه جایی مجبور شیم که بازیکن جوون رو بازی بدیم و تا اینجا اصلا استثنایی کار کردن. یعنی واقعا انتظاری که من داشتم اصلا در این حد نبود. ولی خب بازیکنی که ما داشتیم مصدوم بود 2 سال، همین علی شهسواری دفاع راست داره، دفاع چپ بازی میکنه. آره خیلی. امیر زیدآبادی دفاع راست داره بازی میکنه، پیشنهاد داره. تا 2 هفته قبل هم آقای پاس گل بود. نه به شدت راضی ام. گل بازی آخرتون؟ گل بازی آخر رو سعید عزت آبادی زد، بازیکن 22 ساله خیلی جوان. فکر کنم من تو این بازی جای من اومد، من تو دقیقه 10 بازی از نهایی کشال مصدوم شدم، دیگه نتونستم ادامه بدم. اومد و دمش گرم، گل خیلی خوبه. اصلا جدی نیست که؟ نه خدا رو شکر بهش رسیدم. ان شاءالله تو این 1 هفته اضافه شم. قاسم شهوا اخیراً یه مسابقه هم کرده، فکر کنم دیروز پریروز بود که کلی گله کرده بود که مدیر برنامه‌ها یا دلالا دست از سر بازیکن جوون من بردارن. اینقدر اونجوری که گفتی جوونا اومدن درخشیدن که اومدن مدیر برنامه به سراغشون. سجاد حسامی هم تا پایان هفته 12 اگه اشتباه نکنم، درسته؟ هفته 12 آیا باش تماسی گرفتن که از تیم‌های مدعی لیگ 1 یا حتی لیگ برتر؟ بله خوشبختانه اتفاق افتاده و هم مدیر برنامه هم مستقیم مدیر عامل یکی از باشگاه به من تماس گرفتن. لیگ برتر لیگ 1؟ لیگ 1 بله. و حالا قرار شده نیم فصل صحبتایی بکنیم. ولی این صحبتی که شعبا کردن متاسفانه این مسائل مدیر برنامه تو ایران سازماندهی شده نیست و متاسفانه بازیکن نمیدونه چجوری بحث قراردادش رو صحبتی با مدیر برنامه بکنه. خیلی تأثیر میذاره توی روند کیفی بازیکن‌های جوان مخصوصا. که امیدوارم این روالم یه روال منظم بشه تو ایران، رسمیت شناخته شه، افرادی معرفی شن که بتونیم راحت باشون کار کنیم و حالا بحث نقل. تو خودت با مدیر برنامه مشخصی کار میکنی؟ نه امسال با کسی هنوز قرارداد نبستم. یعنی تا الان که تو راضی کردی هنوز صحبت‌ها شده ولی نه قرارداد نبستم هنوز. الان 31 سال شدی سجاد؟ بله من 31 سال. دیگه خیلی دیره فکر میکنم، دیگه داره کم کم دیر میشه برای حضور تو لیگ برتر. چقدر امید داری که بری لیگ برتر بازی که یا یکی از انگیزه‌هات هست یا نه دیگه میگه تو لیگ 1 خوبه دیگه، حالا راضیم دیگه به همین شرایط؟ ببین این صحبتی که شما میکنین از بیرون نگاه کارشناسی دقیقاً صحبت شما درسته، سن بازیکن توی 31 سالی یا اینا، ولی من خودم به هیچ عنوان به این موضوع به هیچ عنوان نگاه نمی کنم که من سنم چقدره، میتونم برم نمیتونم برم. اینا ممکن توی لحظه اتفاق بیفته که من برم لیگ برتر، آقای گل شم، نمیدونم شاید اصلا به تیم ملی برم. این نگاه ذهنی من خیلی رویا پردازیش داره خودش اتفاق میفته. توجه نگاه نمی کنم حقیقت به سن و سالم.
جزء اهدافت هست طبیعتاً که تو لیگ برتر؟ بله حتما، خیلی دوست دارم. مثل کرمان آرمان گوهر تو 2 فصل اخیر قشنگ نشون دادن که به مربی و بازیکن بومی میشه اعتماد کنیم. تو لیگ برتر داریم میبینیم، از لیگ 2 دیدیم، لیگ 1 دیدیم، گفتیم دیگه آقا لیگ برتر تمومه دیگه نمیشه، اومدیم لیگ برتر هم درخشش بازیکن‌های کرمانی رو دیدیم. مثل کرمان و خودت کرمانی هستی، این رو قبول داری که پتانسیل مربی با بازیکن‌ها بومی خیلی بالاتر از اون چیزی که تو اذهانه؟ ببینین میدون نمیدیدن یا میترسیدیم که این میدون رو به مربیان و بازیکنان بومی بدیم، ولی نمیدونم، نمیخوام بگم ما دادیم، ولی شرایطی به وجود اومد که فرزاد حسینخانی مربی مثل کرمان شد، بازیکنای کرمانی که بازی گرفتن و اون جسارت و شجاعتی که داشت، مثلا این اعتماد وجود اومد. اتفاق خیلی درخشان افتاد. چی بهتر از این؟ ببین وقتی شما بازیکن بومی و مربی کرمانی اعتماد میکنی، اون غیرت و ارقه یه جایی کار در میاره، مثلا فوق العاده است. ان شاءالله که اتفاق بیفته خیلی بیشتر بازیکن کرمانی، اونایی که بیرونن، بتونن بیان ادامه. فکر می‌کنیم مسیری که فرزاد حسینخانی رفت، حالا شاید به یه شکل دیگه قاسم شهبان تو سیرجان طی سالهای پیش رو خواهد رفت؟ یه اتفاق میفته. قاسم شهبان یک مربی که خیلی به مسیر و کار و فکرش اعتماد داره و شجاع تو این قضیه. همین امسال شاید هر کسی جای شهبان بود، با اینکه پیشنهادم داشت از چند تا تیم قاسم شهبان، خاطر سال قبلی که سوم شد تیم پیشنهادم داشت، ولی نه، وایساد پای تیم، هنوزم خیلی با انگیزه با شجاعت داره کار ادامه میده. پشت هم وایساد. نمیدونم چقدر علمیه یا ندیدی، میگم بعضی مربی‌ها مدیریت خوبی دارن، بعضیا فنی ان، بعضیا به در کمک میخورن، بعضیا به در سر میخورن. حالا علمی بودنش رو کاری ندارم. قاسم شهبان رو یه مدیر خوب میدونی یا یه مربی فنی؟ قاسم شهبان یک مدیر خوب میدونم، ولی به شدت مربی نکته بینه. یعنی شاید شما تو طول فصل صحبت خاص فنی نشنوی، ولی به شدت تو بعضی جاها نکته‌های خیلی درخشان کار در بیاری صحبت میکنه، انجام میده که واقعا به روندکار کمک میکنه. اگر یه پیشنهاد خیلی فوق‌العاده داشته باشی، پنجره آرمان گوهر هم باز نشه، حاضری نیم فصل رها کنی تیم رو؟ ببینین شخصا آره، اینو اول بگم آره، ولی به چه دلیلی؟ ببینین من در مرحله اول دنبال اهداف شخصی هستم، چون من دنبال اهداف شخصی باشم بتونم کمک کنم به خودم، آقای گل شم، پاس گل بدم، اینا نفعشو 100% تیم میبره. خب به برد تیم، به امتیاز تیم کمک میکنه. قاسم شهبان کادر فنی، مدیریت، همه میان تو چشم و 100% پیشنهاد داشته باشم، ولی نه اینکه بخوام با شکایت و دعوا و اینا، نه، صحبت، جلسه با مدیر عامل، با مربی تیم، و مطمئنا قاسم شهبان من کمک میکنه، کاد کمک میکنه که اتفاق برام بیفته. سجاد حسامی مشت نمونه خرواری از بازیکنایی هستی که حالا مسیرشون رو به نوعی جدا کردن. خیلی از بازیکن‌ها شرایط سجاد حسامی رو پیدا کردن، سجادی که یه مدت نوین دنبالش بود و نوین لیگ 3 که یه مقطعی اومد سر تمرین، اما شاید به خاطر مسائل مالی جدا شد. برامون روزها رو من یادم هست. اما رفتی جنگیدی و الان یه بازیکن کرمانی هستی که سرشناسی، داری برای آقا گلی می‌جنگی. خیلی از بازیکن‌ها اومدن مثل سجاد حسامی تو همون نوین موندن، قانع شدن، نه اخلاق حرفه‌ای، نه تمرین حرفه‌ای، نه زندگی حرفه‌ای. چه چیزی رو عامل این موفقیت میدونی و الان که داری میدرخشی تو لیگ 1 به چه روزهایی بیشتر فکر میکنی و کجا از خودت راضی هستی که آره من ادامه دادم، من جنگیدم؟ چون به هر حال این مسیر ساده نیست، شاید 100 تا 200 تا بازیکن این اتفاق براشون میفته. ببینید من خودم و همه بازیکنایی که الان توی جایگاهی موفق شدن، حالا شما لطف دارین، من حالا در اون حدم نیستم، بازیکنایی که رسیدن همه این مسیر رو داشتن، جایی کنار گذاشته شدن، جایی که مصدوم شدن به شدت، جایی که شرایط خانوادگی مالی اجازه نداده ادامه بدن،
و کنار رفتن، خودشونی انتخابو کردن. اینو من میخوام بگم مهمه، چون برمیگردم به زندگی خودم، انتخابات خودم خیلی تاثیرگذار بوده و موندن تو این مسیر خیلی مهمه. ببین ما یه اولویت برای خودمون میذاریم، برای هدفی که داریم. چیه؟ فوتبال بازی کردن. من عاشق فوتبال بازی کردنم. تو فوتبال چی به من میده؟ تو مرحله دوم بحث مالی هست، شهرت هست، نمیدونم اتفاقاتی که میفتن، مسابقه، رسانه و این داستان. پس من اگه اولویت اون عشق باشه به هیچ عنوان ول نمیکنم. بله من 2 سال خونه نشستم ولی فوتسال بازی میکردم، میرفتم با بچه‌ها این ور اون ور، بدنسازی کار میکردم، نمیتونستم عوض کنم مسیر رو. نگاه کردم دیدم نه آقا من عاشق این کارم، یعنی نمیتونم. حتی اگه پول بابام بهم میگفت که بنده خدا پولم توش نباشه برو لیگ 3 بازی کن، برو با نمیدونم بچه‌ها بازی کن، برو فوتسال، مدرسه فوتبال، هر جا میتونی اینو تو خودت چی نگه دار. و ما هم نمیدونیم که فردا چه اتفاقی میفته. من تو 35 سالگی شاید یه اتفاق درخشان بیفته، تو 31 سالگی بیفته، اینم قابل پیش بینی نیست. هیچ صحنه‌ای هست بعد از هر گلزنی، بعد از هر درخشش بهش فکر کنی؟ همیشه تو ذهنت باشه از قدیم؟ حالا شکست، موفقیت، زمین خوردن؟ سوال قشنگی بود ولی آره زیاد. چه صحنه؟ من بیشتر صحبت‌های پدرم و انتظارات خانواده بیشتر، اینا اولویت کاره. 2 همین مسیری که پر از ناهمواری بود و توش موندم. سقف آرزوهای سجاد حسامی کجاست؟ سقف آرزو همینجاست. یعنی الان هر جایی که من هستم، با هر آماری، با هر مشخصه ای، اینجا سقف آرزوهای منه. یعنی این سقفه. اگر به بازی بعد رسیدم خیلی خوشحالم، اگه تونستم گل بزنم خیلی خوشحالم، ولی اگر این اتفاقم نیفتاد هیچ ایرادی نداره، چون مشخص نمیکنه برای تو. یعنی زندگی الان بیرون یه درگیری، یه داستانی که قابل پیش بینی نیست، ممکنه خیلی راحت خودم دیگه نخوام بازی کنم. تو این فکر کردی اگه فوتبالیست نمیشدی، اگه تو حرفت پیشرفت نمیکردی، الان کجا بودی؟ نه. فکر میکنی کجا بودی؟ این سوال از خودم هم نپرسیدم تا حالا. نه واقعا، یعنی تا حالا فکر نکردم مثلا دنبال درس میرفتم، نمیدونم. نه اصلا. سجاد حسامی رو به دوربین یه قول بده اگه آقای گل شد یه کاری رو انجام بده، یه کار خیلی قشنگ. دوست دارم به یکی از مدرسه فوتبالایی که توی یکی از حالا شهرهایی که خیلی شهرهای جنوبی بیشتر، آره برم، حالا یه دست لباسی نمیدونم چیزی براشون ببرم. اوکی، امیدوارم دوربین شما هم بیاد. یه مقداری این حرکت کلیشه‌ای شده اما ما همراهت میایم به سمت جلو ان شاء الله. خوشحال میشیم این اتفاق بیفته. کلی خوشحال شدیم بعد از حدود 1 سال یه گپ زدی راجع به امسالت، برای درخشش امسالت. صحبتی مونده که سجاد حسامی بخواد بعد از این درخشش بگه پارسال هیچ گلی نزده بودی، فصل حالا خیلی خوبی هم نداشتی، الان تفاوت دیگه، هم موهاتو کوتاه کردی، هم تغییراتی تو زندگی دادی، هم همین که الان مدعی آقا گلی هستی و داری میدرخشی. خدا رو شکر که اول ممنونم از خودم بیشتر که تو این مسیر موندم. خیلی مهمه که جا نزدم و تو این شرایطی هم که الان داریم یکم صحبت کردن راجع به مسائل شاید زیاد برای خیلی جالب نباشه، ولی امیدوارم که همه بتونن روزی عاشقی که اون مسیر هستن حتما به یک چیزای دست پیدا کنن که خودشون تو قلبشون آرامش داشته باشن، لذت ببرن ازش. خیلی مهمه. شاید از بیرون این نگاه باشه که نه تو چیزی نداری، چیزی نیستی، ولی خودشون تو این مسیر
راضی هستم. امیدوارم که اتفاق برای همه بیفته. ممنونم. رو دوربین یه پیام به هم تیمیات به عنوان جمله پایانی گفتگوی امروز به خدای بزرگ میسپارمت. انشالله آقاگلیت رو در پایان فصل شاهد باشیم. با این جمله مسابقه تموم می‌کنم. دمشون گرم. واقعا ما تو زمین هرچی داد بیدادم سرشون میزنیم، دوستان چیزی نمیگن، به ما لطف دارن و امیدوارم که اول تنشون سالم باشه و در ادامه به هر چی میخوان تو زندگیشون برسن.